سال 62 یه نفر کنار آرامگاه حافظ فال میگرفت. فامیلیش هم حافظ بود. میگفت من از نواده های حافظم. یه خاطره جالبی داشت. میگفت یه روز 6 تا دختر دانشجو بعد از زیارت اومدن پیش من و گفتن آقا برای ما هر 6 نفرمون یه فال بگیر. گفتم یکی یکی نیت کنید تا بگیرم. گفتن نه نیت کردیم، شما یه فال به نیت هر 6 تامون بگیر. گفتم آخه گروهی نمیشه، ولی باز اصرار کردن. من ناچار قبول کردم و به نیتشون کتابو باز کردم. این غزل اومد: من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. وقتی بیت هفتم خوندم صدای خندهشون حافظیه رو پر کرد. دلیل خندهشون رو پرسیدم. یکیشون گفت ما با هم قرار گذاشتیم فال بگیریم ببینیم اگه حافظ الان زنده بود با کدوممون ازدواج میکرد. این بیت غزل رو خوندی خوشحال شدیم که حافظ نه تنها خوش مشرب بوده، تازه خیلی هم خوش اشتها بوده که هر 6 تامونو میخواسته. اونا به جای 5 تومن به من 50 تومن دادن و با شوخی و خنده از حافظیه رفتن. بیت هفتم این بود: شهریست پر کرشمه و هوران ز 6 جهت، دستم تهیست ورنه خریدار هر 6م.